اگه راستشو بخواین اصلی ترین دلیل من برای مسلمان شدن این بود که نمیخواستم تو آتیش بسوزم. وقتی که به یقین رسیدم که دوزخ و آتیشش واقعیاً، سبحان الله، فقط میخواستم از آتیش فرار کنم. دنبال یه راه بودم. سبحان الله. تصمیم گرفتم برم لندن پیش دوستم و غافلگیرش کنم، داستانو بهش بگم. وقتی نشستم بهش گفتم من باید چیکار کنم. باور دارم که اسلام دین حقیقته، اما اگر مسلمان شم کارم از دست میدم. باید دوست دخترم رو رها کنم. من واقعا باید چیکار کنم؟ چون خونمم از دست میدم. باید چیکار کنم؟ بهش گفتم ببین نگران هیچی نباش، برادرم صاحب یه شرکتی و ازش میخوام یه کار برات جور کنه. از اونجایی هم که خیلی وقت بود میشناختمش، مشکل خونم براش وجود نداشت. ازش خواستم تا با ما بمونه تا من و جامعه بزرگ مسلمانان لندن در زندگی کمکش کنیم. یه لحظه حس کردم میخوام همه چیو ول کنم. انگار پرده سیاهی که روی قلبم بود کنار رفته بود. من یه کم دیگه از اسلام و کارهایی که باید بعد از مسلمان شدن بکنه براش توضیح دادم. همسرم هم خونه بود، بالاخره شهادتین رو در خونه من به زبون آورد. بعد از اینکه شهادتین رو خوندم ازش پرسیدم حالا چیکار کنم. گفت سفرتو آغاز کن. گفتم من نمیدونم چیکار کنم. گفت تو دیگه یه مسلمونی، حالا باید بری و راجع به اسلام بیشتر یاد بگیری. دیگه روز و شب شروع کردم به مطالعه و تحقیق و سعی کردم که اسلامو بیشتر بشناسم. الحمدلله. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن. وقتی که حمزه به اسلام روی آورد میخواست که درآمدش حتما از راه حلال به دست بیاد و اجازه نداد که حتی 1 ریال پول حرام وارد زندگیش بشه. اون موقع بود که دیگه میدونستم باید مسلمون شم. وقتی که شهادتین را گفتم برگشتم خونه و به بابام گفتم من دیگه نمیتونم این کار را ادامه بدم. با تعجب گفت چی؟ گفتم دیگه نمیتونم ادامه بدم. اون موقع داشتیم چند تا معامله انجام میدادیم که اگه نتیجه میداد همه مشکلاتمون حل میشد. و تو همچین شرایطی من ازش خواستم که دیگه ادامه ندیم چون دیگه نمیتونستم. پدرم گفت نمیتونی فقط 6 هفته دیگه ادامه بدی؟ گفتم نمیتونم حتی 1 دقیقه دیگه ادامه بدم. گفت دیگه کافیه برو. بابام گفت برو بیرون. سبحان الله. هداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. برادر ابراهیم که مدیریت امور مسجد رو به عهده داره بهم گفت یه مغازه کوچیک اینجا باز کن. از صبح تا غروب بیا و تو مسجد کار کن. تلفن‌ها رو جواب بده و کارهای داخلی رو انجام بده. همزمان مغازت رو بگردون. جمعه ها هم الحمدلله مسجد شلوغه و میتونی فروش کنی. من که نمیخوام درآمد میلیونی و میلیاردی داشته باشم. همینقدر که پول غذامو در بیارم خدا رو شکر. حمزه علاقه بسیاری به دعوت دیگران به اسلام داشت و به اون اهتمام می‌ورزید. تعطیلات آخر هفته به مرکز شهر میره تا در مورد اسلام با مردم صحبت کنه و به اسلام دعوتشون. الحمدلله تو همین مغازه کوچیک بیش از 120 نفر اومدن و شهادتین رو گفتن و مسلمون شدن. ماشاءالله. از مردم عادی که فقط واسه خرید اومده بودن. ماشاءالله. میخوام به خواهرها و برادرای عزیزم بگم که حرف رسانه‌ها رو باور نکنین. اسلام اون چیزی نیست که تو ذهن شما جا انداختن. باید خودتون تحقیق کنین تا کشف کنین اسلام چیه. باید خودتون قرآن رو بخونین و از خودتون بپرسین که این حرفا از طرف کی میتونه باشه. مطمئنم همتون به این نتیجه میرسین که هیچ انسانی 1400 سال پیش نمیتونست همچین کتابی بنویسه. اون موقع است که به دنبال نویسنده واقعی میگردین. آرزوم اینه که به جای این دکه مغازه بزرگ داشته باشم، درست همین جوری اما بزرگتر، تا بتونم کتاب‌های اسلامی بیشتری بیارم. این فقط به غیر مسلمونا کمک نمیکنه، بلکه همه چیزهایی که مسلمونا نیاز دارن در این مغازه پیدا میشه. آرزوی من اینه که مغازه‌ای داشته باشم تا اسلام رو بهتر به غیر مسلمونا و مسلمونا معرفی کنم. همین.